چطور به صورت عملی بازاریابی کنیم؟ این سوالیه که خیلی‌ها میپرسن. چرا؟ چون بازاریابی رو توی متن‌ها، کتاب‌ها یا سایت‌های مختلف خوندن و حالا میگن من اینو باید چجوری اجرایش کنم. خیلی ساده باید به بازاریابی نگاه کنید. این نگاه ساده اینجوری نباید باشه که نکات رو فراموش کنید. نکات رو در کنار اون نگاه داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی مسیر رو برای خودتون سخت نکنید. یه مثال میخوام براتون بزنم و بعد از این مثال میخوام بهتون بگم که چجوری اصلا شما بازاریابی کنید. اگر سایت دارید، کسب و کار آفلاین دارید، چی کار باید بکنید؟ اول این رو باید بهتون بگم که ما دو نوع بازاریابی داریم. بازاریابی اینباند مارکتینگ یعنی درونگرا و بازاریابی آوتباند یا برونگرا. تفاوت اینا چیه و اصلا میخوایم بگیم که سئو رو کدوم یکی از ایناست، یعنی سئو اینباند یا آوتبانده. وقتی که شما تعریف این دوتا رو بدونید متوجه میشید خودتون که سئو جزء کدوم نوع بازاریابیه. بازاریابی آوتباند بر پایه جلب توجهه. یعنی چی؟ یعنی شما توی تلویزیون آگهی‌های بازرگانی که میبینید آوتباندن. بنرهایی که توی خیابون دارید میبینید، بیلبوردهایی که توی خیابون میبینید، اینا همشون آوتباندن. یعنی چی؟ یعنی بر اساس جلب توجه دارن بازاریابی میکنن. بازاریابی اینباند این شکلی نیست، بر اساس جذب شماست. یعنی چی؟ یعنی شما خودتون به دنبال اون مسئله هستین و بعد کسب و کار ما رو پیدا میکنید. مثل چی؟ مثلا شما جستجو میکنید که خرید مثلا آیفون 13 و بعد دیجیکالا رو پیدا میکنید. این اینباونده. یعنی بازاریابی برای همه انجام نمیده که جلب توجه کنه. صفحاتی رو در نظر گرفته که شما رو جذب میکنه تو اون صفحات. پس سئو جزء بازاریابی اینبانده. و موارد این چنینی که ربط داره به بازاریابی اینباند، کلا ما روی بحث‌های دیجیتال مارکتینگ سعی میکنیم که اینباند مارکتینگ کنیم. یعنی چی؟ مثلا این بنرهایی که تو یکتانت میبینید، اینا هم داره مخاطبین رو، یعنی چی؟ ما برات نیتیو دیگه، ما بر اساس وقتی که شما میذارید تو همه سایت‌ها باشه، خب یعنی چی؟ آوتباند، یعنی شما میخواید جلب توجه کنید. اما وقتی که میخواید اینباند باشه، یعنی چی؟ شما میاد تو سایت‌هایی که مثلا تو حوزه کابینتن، بنرتون رو نمایش میدید و مخاطبینی که علاقه‌مند به حوزه کابینت هستن بنر شما رو میبینن و وارد سایتتون میشن و اون روند جذب مشتری شما تو سایتتون پیش میبرید. یا بازاریابی محتوایی هم از نوع بازاریابی‌های اینبانده. خب حالا ما متوجه شدیم بازاریابی کلاً چیه و اصلا باید چی کار کنیم. بازاریابی رو اینجوری باید تعریف کنیم وقتی که نوعش رو فهمیدید: به سلسله فعالیت‌هایی که باعث جذب مشتری تو کسب و کارتون میشه بازاریابی. خب سلسله فعالیت این خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن بازاریابی یک اقدامه، اما بازاریابی یک پروسه است. یعنی سلسله فعالیتایی که شما باید تکرار کنید تا جذب مشتریان مدام توی کسب و کارتون اتفاق بیفته. مثالی که میخوام براتون بزنم اینه که من توی چند وقت اخیر یک کسب و کاری رو دارم باهاش پیش میرم که تو حوزه کابینت داره کار میکنه و تخصصی داره رو حوزه اقساطی کابینت کار میکنه. و مسئله‌ای که وجود داشت اینجوری بود که ما می‌خوایم بازاریابی لوکال هم انجام بدیم، یعنی بازاریابی محلی هم انجام بدیم، هم اینباند هم آوتباند. بحث اینباند خب اومدیم گفتیم خب کابینت قسطی در همون شهر رو میتونیم کار کنیم، کابینت اقساطی در همون شهر رو میتونیم کار کنیم و بحث کابینت رو تو اون شهر، یعنی مثلا سفارش کابینت های گلاس، کابینت کلاسیک تو همون شهر رو میتونیم کار کنیم و بعد بیایم پلن‌های اقساطی رو هم ارائه کنیم. این از این مسئله. من اومدم گفتم که خب ما میتونیم تراکت هم بزنیم. بعضیا میگن تراکت دیگه رفته کنار، با وجود اینستاگرام و اینا چرا بیایم تراکت بزنیم؟ ولی من یه دو تا 4 تا خیلی کوچیک کردم و دیدم هنوز هم میشه از تراکت پول ساخت. شما برید ببینید چاپ 1000 تا تراکت A5 قیمتش چقدره. خب و تراکت هم چاپش چاپ آفست، قیمت زیادی نمیشه. بر اساس تبلیغاتی که دارید انجام میدید توی اینستاگرام، فضای مجازی و چیزای این شکلی، خب من اومدم محاسبه کردم، گفتم اگر با 1000 تا فقط یک پروژه کابینت گرفته بشه چه اتفاقی میفته؟ ما سودم میکنیم، هزینه بازاریابیمون هم در میاریم. یعنی چی؟ یعنی بازگشت سرمایه خیلی خوبی میتونه داشته باشه. بعد یه سری اگرها هم وجود داره توی بازاریابی دیگه. یعنی اگر
تراکت خوب طراحی بشه و تبلیغ نویسی و نکات جذب مشتری داشته باشه و اعتماد سازی که مثلا داشتن وبسایت میشه یکی از اون گزینه‌های اعتماد سازی درست انجام میشه توی تراکت، میتونیم بازاریابی رو انجام بدیم، میتونیم این بخش رو هم کنار نذاریم. درسته خیلی سنتیه اما همچنان هم جواب میده. خب حالا این از بحث بازاریابی گفتم دیگه، این شکلی میتونید پیش ببرید. ولی خب حالا باید بیاید یه برگه رو میخوام بهتون معرفی کنم. خب خیلی برگه جالبیه، حالا شما شاید جزئیات این برگه رو نبینید اما یک برنامه بازاریابیه که 3 بخش داره. 3 بخش. بخش اول اینه که قبل از شروع بازاریابی باید ببینید که آقا مشتریای بالقوه شما کیا هستن. یه سرفصل داریم، سرفصل هین، یعنی زمان بازاریابی چه اتفاقاتی داره میفته که ما بهش میگیم بخش لید جنریشن یا بخشی که سرنخ‌های فروش رو ما گرفتیم و بعد اینکه تبدیل به مشتری میشن چه اتفاقی میفته، یعنی بحث همون سی سینک دو کیر، اینکه شما رو ببینن، در موردتون فکر کنن، انجام بدن خرید رو و کیر بعد مراقبت کنید از این مشتریان. که حالا وقتی که مراقبت میکنید از این مشتریان ما 9 مرحله تعریف کردیم. میخوام این 9 مرحله رو اینجوری بهتون بگم. اول میگیم بازار هدف من کیه. ما اومدیم مثال همون پروژه کابینت رو دارم میزنم که کاملا عملی. ما اومدیم گفتیم خب بازار هدف ما کیا هستن؟ کسایی هستن که خونه هایی دارن که خونه های بزرگیه، کابینت میخوان بزنن و این کابینت مثلا هولوش 300 میلیون اینا میشه، یعنی 250 میلیون به بالاتر. پس یه سگمنتی رو انتخاب کردیم توی بازاریابی، بخشی رو انتخاب کردیم که بخشیه که خونه های بزرگ وجود داره و رقمش مثلا انقدر میشه. پس یه مناطقی انتخاب میشه که میتونیم روی این مناطق تمرکز کنیم. پس بازار هدف رو انتخاب کردیم. بعد گفتیم یه پیامی برای بازار هدف داریم ما. این بخش دوم، پیام من به بازار هدفم چیه؟ گفتم خب پیام من اینه که من کابینت رو براتون طراحی میکنم، اجرا میکنم، پرداختش پرداخت اقساطیه، یعنی شما چیکار میکنید؟ یعنی خونه‌تون رو ساختید، خونه نوسازه، مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد هزینه کردید، حالا میخواید 250 میلیون 300 میلیون هزینه کابینت کنید، دیگه پولی براتون نمونده. نگران این بخشش نباشید، دکوراسیونش رو ما میتونیم انجام بدیم. یعنی بازار هدف رو انتخاب کردیم، پیاممون هم اینه، کابینت رو داریم میدیم بهتون بدون سود اضافی، یعنی شما پولی بابت اقساطی بودن پرداخت نمی کنید و میتونید بهترین کابینت هم برای خونتون بزنید. یعنی اینجوری نباشه که شما یه خونه 4 میلیاردی خریدید مثلا، بعد میخواید کابینتتون یه کابینت خیلی معمولی بزنید، یعنی نگران نباشید شما میتونید اقساطی پرداخت کنید. پس پیام ما، یعنی اون چیزی که میخوایم بهشون توی تبلیغات و بازاریابیمون بگیم اینه که نگران اون هزینه نباشید و سراغ کیفیت پایینتر نرید، چون بخشی رو انتخاب کردیم که خونه‌های بزرگی دارن. رسانه هایی که میتونیم به بازار هدفمون برسیم. خب من اومدم گفتم خب سایت رو داریم، اونایی که سرچ میکنن رو داریم، اینستاگرام رو داریم و بحثی آوتباند رو هم داشتم. یعنی گفتم تراکت، گفتم خب اون مناطق ما میتونیم تراکت بدیم و تراکت رو باید جوری طراحی کنیم که جلب توجه کنه، چون این بانده. و تراکت رو حالا یه طرحی براش دادم و بعد از تست کردن اون طرحه من حتما یه ویدیویی رو در مورد اون تراکت میگیرم که میتونید بهش دقت کنید که در کنار که سایت دارید میتونید برندتون رو توی شهر بزرگ کنید و از سرمایه‌ای که به دست میاد از اون بازاریابی و جذب مشتری میتونید برید سراغ سئو و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری تو بخش سئو بکنید که وقتی که قرار نیست تو شروع کسب و کار، وقتی که توی MVP و تسته قرار توی شهر انجام بشه و تو سطح ایران نیست، هزینه‌هاتون رو کاهش بدید. نمیتونید وقتی که MVP برید سراغ این که خب از الان من شروع کنم به سئو کردن و یکی از اون رسانه‌هایی که من میخوام شروع کنم سایته، میتونیم از گوگل هم استفاده کنیم. پس این رسانه‌ها رو اومدم گفتم سایت، تراکت و بخش این چینی سوشال. و بحث بعدی این که سیستم گرفتن سرنخ، یعنی چهارمین بخش اینه که من چجوری سرنخ بگیرم. سرنخ‌ها چی هستن؟ یعنی اونایی که چی میشن؟ یه ارتباطی با ما میگیرن یا اطلاعاتشون رو ما میدن. مثلا تراکت یه تماس گرفته، این سیستم سرنخ رو بچینید مثلا توی سایتتون، طرف میاد یه فایل رایگانی دانلود میکنه، یه دوره کوچیک یا شورت کورسی رو داره دانلود میکنه یا یه فایلی رو دانلود میکنه که میتونه بهش کمک کنه و اطلاعاتش رو میده و اون فایل مرتبط به یک حوزه است. مثلا بخش لینک سازی خارجی ما یه چک لیستی داریم.
مثلا بخش کلی سئومون یه ایده های سئو داریم. کسی که میاد ایده های سئو رو دانلود میکنه یعنی توی سئو اونقدری حرفه‌ای نیست. خب و چیزای این شکلی و تحلیل و امکان داره آدمای حرفه‌ای هم از روی کنجکاوی بیان دانلود کنن، ولی مشخصه کسی که میاد سراغ اصلا عبارت ایده های سئو، ایده های کسب و کار از سئو، مشخصه که هنوز به اون نقطه مورد نظر توی تخصص نرسیده و جزء بازار هدف منه. مثال زدم توی سئو ببینید. حالا توی کابینت هم همینطور، راهنمای خرید کابینت، چه دستگیره انتخاب کنم، کدوم رنگ با کدوم رنگ تطابق داره، چیدمان چه شکلی باشه و مسائل این چنینی. بعد از این سیستم گرفتن سرنخ من باید یه سیستمی درست کنم که اینا رو تغذیه‌شون کنم، یعنی بهشون خوراک بدم. مثلا یه بار تماس گرفت، مثلا با شماره تماسش بهش اس های دوره‌ای بدم، مثلا هر ماه 2 تا اس و این سیستم باید باشه. سیستم تغذیه سرنخ اینجوریه که وقتی که شما دارید پیام‌های دوره‌ای بهش میدید، جوریه که یعنی حفظش کنید، شما رو فراموش نکنه. حالا تو مثالی که بهتون زدم مثلا میتونید بهشون یه هفته اینو بدید که چجوری کابینت‌ها رو تمیز کنیم، یا نگهداری کابینت‌های کلاسیک چجوریه. مثلا خیلی‌ها فکر می‌کنن کابینت‌هایی که رنگ شده و چوبه نیاز داره که مثلا روغنی بهش زده بشه یا فلان، یا چیزای این شکلی. بهش توضیحاتی بدید که یاد بدید بهش و شما رو فراموش نکنه. مسئله بعد اینه که حالا یه استراتژی باید داشته باشید. اینایی که نگهشون داشتید تبدیلشون کنید به چی؟ به فروش. همشون که نخریدن، یه تعدادی خریدن و وقتی که این تعداد خریدن، سرنخ‌های تعدادشون هنوز خریدی از شما انجام ندادن. حالا شما باید اینا رو متقاعد کنید که از شما بخرن. میتونید حالا مثال یه محصول رد نشدنی بهشون بدید، یا یه فضایی رو براشون مثلا تو حوزه کابینت مثلا جوری براشون فضا رو تعبیه کنید که مثلا ما طراحی VR داریم، خب ویچوال ریالیتی یعنی واقعیت افزوده داریم، واقعیت مجازی داریم، که شما میتونید بیاید طراحی خونه‌تون رو اینجا ببینید. مثلا این هزینهش 2 میلیونه، ولی چون شما مثلا با ما ارتباط گرفته بودید میتونید با 50% تخفیف بیاید ببینید، و اگر با ما قرارداد بستید دیگه اون هزینه رو از قراردادتون کم میکنید. یعنی شما هزینه بابت طراحی نمیدید. یعنی چی؟ یه خدمات رد نشدنی یا یک محصول رد نشدنی، یک پیشنهاد رد نشدنی بهش بدید که چی بشه؟ از این تردید خارج بشه و متقاعد بشه که شما گزینه خوبی هستید برای چی؟ برای خرید. پس اینم از این. گزینه 6 هم چی بود؟ یه استراتژی برای تبدیل به فروش. 7 8 9 چیان؟ کر یا مراقبت از اون کسی هن که مشتری شده. یعنی تا الان ما سیستم تغذیه گذاشته بودیم، یه سرنخی گرفتیم، تغذیهش کردیم، تبدیلش کردیم به فروش. حالا اونی که مشتری شده بعد یه سری اتفاقات بعد چی کار کنیم؟ تجربهش رو به سطح بالاتری ببریم. خریدی که توی مجموعه ما اتفاق افتاده باید جوری باشه که باعث بشه تجربه بهتری نسبت به جای دیگه داشته باشه و همین تجربه بهتر باعث میشه که ما ازش مراقبت کنیم. بعد از تجربه بهتر باید چرخه طول عمر مشتری رو ما زیاد کنیم. یعنی وقتی که مثال کابینت سفارش داد، کابینت مثل یخچاله، مثلا 10 سال یه بار سفارش میدن. اما میخوایم بگیم که خب کابینت سفارش دادی، کمد دیواری چی؟ میدونید چی میگم؟ چرخه طول عمرش، یعنی بازم بیاد سفارش بده. بعد مثلا تیوی وال هم میتونه سفارش بده و مواردی که توی سبد محصولیمون داریم و اینها رو رهاشون نکنیم. و در آخر کاری کنیم که ما رو به دیگران معرفی کنن. یعنی چی؟ یعنی سیستم موفقیت مشتریان باید داشته باشیم، یا اون سیستمی که مثلا به صورت دوره‌ای با این مشتری‌ها تماس گرفته بشه، بگه آقا مثلا در کابینتتون نیاز دارم، مثال اینجوری میزنم که خیلی راحت‌تر، در کابینت نیاز نداره به ریگلاژ، کابینتتون ایرادی نداره، نیاز به خدماتی ندارید، این خدماتی که داریم به شما میگیم کاملا رایگانه، اگر چیزی اضافه نکنید کاملا رایگانه. گرقالاتتون نیاز به تعویض نداره، شما هزینه تعویض نمیدید، هزینه اجرت تعویض به ما نمیدید، فقط هزینه جنسش رو ما از شما میگیریم که عمرش تموم شده. یعنی چی؟ یعنی اینها رو کاری کنید که توی مجالسی که دارن، مهمونیایی که دارن کابینتشون دیده میشه، بگن که آقا کابینت رو کجا زدید؟ مثلا فلان. آره امروز هم اومده بودن مثلا جک کابینتمون خراب شده بود، داشتن جک کابینتمون عوض می‌کردن. نه، لولامون خراب شده بود، داشتن لولا رو درست می‌کردن و چیزای این شکلی. همین باعث میشه که شما رو به دیگران معرفی کنن. این چی بود؟ مسیر عملی بازاریابی بود که باید شما انجام بدید. اگر که دوست داشتید سئو رو
که یک مسیر یا یک کانال بازاریابی رو یاد بگیرید، وارد سایت وبینسئو بشید. آموزش‌های رایگانی اونجا وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید. موفق و پیروز باشید.